وقتی به خاطر خدا دوستی کردی، در او شخصیت خیانت نمیکنی، در او شخصیت دروغ نمیگوی، او شخصیت فریب نمیکنی، در فکری ضرر و زیان او شخصیت نمیشوی. انسان وقتی دوست بداره، وقتی محبوب تا میبینی دلت گم میزنه، چقدر راحت و خرسند و خوشحال میشوی. اما شخصیت بدش میبینی، وقتی ببینی چقدر ناراحت میشه، چقدر ناراحت میشه. و همین خاطر خداوند امر کرده، میگه وقتی دو بندم همدیگرشون به خاطر من دوست بدارن، من اونها را دوست میدارم. و دو شخصیتی که به خاطر من هم نشینی میکنند، اونها را هم دوست میدارم. دو شخصیتی که به خاطر من همدیگر را زیارت میکنند، اونها را هم دوست میدارم. دو شخصیتی که به خاطر من همدیگر را بذل و بخشش میکنند، دستگیری میکنند. میبینه که یک دوستش در یک حالت قرضداری افتاده، در پیش پستی افتاده، به زانو زده، احتیاج به دستگیری داره. شخصیتی میخواه که دستش بگیره، از حالت مشقت بیرونش براره. وقتی انسانی که از توانایی داره از دستش میآید، رفت این برادرش دستش گرفت، قامتش بلند کرد، من نمیگذارم که ای دوستی بزرگوار تو به زانو بزنی، محتاج باشی. عزیزای خدا میگه وقتی یگان دوست شد نزد اونها حاجت پرسی می آمد، چقدر گریه میکردن. میگفتم برای چی که من یک بار از حال این دوستم خبر نگرفتم که ای دوستی بزرگوار تو چی حالت داری، آیا محتاج نباشی، یگان احتیاجی نداشته باشی. اینا چقدر زور آمد که به نزد من آمد. باید ما از حال همدیگر خبردار باشیم. وقتی به خاطر خدا همدیگر را دستگیری میکنیم، الله رب العالمین ما را دوست میداره. و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در روایت فرمودند که المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل. گفتن هر یک شخصیت در رفتار و رویه دوستش است. دوست تأثیر زیاد در دوستش میرسانه. برادران عزیز، ما یه مقاله تاجیکی هم داریم، با ماه شینی ماه شوی، با دک شینی سیاه شوی. صحبت مرد خدا مردت کند، صحبت هر ناسزا سردت کند. صحبت عاشق تو را عاشق کند، صحبت فاسق تو را فاسق کند. دوست تأثیر خیلی زیاده دارد. مولانا میگه همنشینی تو به باید تا تو را عقل و دین بیاساید. اون همنشین دوست قبول میکنی، او باید از خودت بهتر باشه. و چه خاطر؟ به خاطری که تو را عقل و دینی تو را کامل کنه، تو را تربیت کنه، تو را فایده ببخشه. به همین خاطر انسان باید یک دوست انتخاب کنه که دوست واقعی و حقیقی است. جناب پیغمبر گفتن که وقتی که دوست اختیار میکنی، نگاه کن، نظر کن که چی نوع دوست اختیار کرده. اون دوستی که زنگت میزنه میگه برو فلان بر میرویم، برو فلان طربخانه میرویم، فلان جای فاحشه خانه میرویم، والله قسم وای دشمنی تو هست، وای دوستت نیست. فکر نکن امروز جورای جانی تای، وای ترا میدونی چی فریاد و دعوت داره؟ میگه برادر جهنمت ببرم، برادر از رحمت خدا محروم و بی‌نصیبت بگردانم، برادر به بدبختی و خاری و عذاب دنیا و آخرت مبتلا بگردانم. دلالت همین داره برادر. او یه لحظه طربخانه میره، عیش عشرت میره، پیش یک بیوه میره حرامی، دلالتش همین است که ابدی حیاتت بدبختانه و بی‌برکتانه میگذره و آخرت هم میسوزانی، آخرت ویرانه میکنی. تأثیر دوست 100%